قرآن به پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل شد و پیامبر بهترین پیامبران گشت. به واسطه جبرائیل امین نازل شد و جبرائیل بهترین ملائکه ها گشت. در ماه رمضان نازل شد، بهترین ماها در نزد الله گشت. اولین بار در کوه نور نازل شد. این کوه برای ما مسلمان ها معنای خیلی زیاد دارد. اما برادر و خواهر عزیز، برای ما مسلمان ها که میراثبر این قرآنیم، با این همه بزرگیش برای ما چی داد؟ برای زندگی ما چی تغییر دیگرگونی انجام داد؟ خداوند از جمله آنایی نگردانه که روز قیامت در معنای قرآن پیامبر صلی الله علیه و سلم اشاره به ما بکنه، بگه که ای الله، ما از همین امتها بودن که از قرآن دوری کردن. پروردگارا، ما را از جمله اونایی بگردان که روز قیامت پیامبر صلی الله علیه و سلم انگشت اشاره به ما نکنن که ما از همین امت بودن که از این عظیمی قرآن دوری جست.